از دایره ایمان میکشه. سحر، جادو، فالبینی و رملاندازی هست. اکثرا ساحرا، تعویذگرا، فالبینا یا از دایره ایمان مبراین، کافر میشه. چرا؟ و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. شیطانا کافر شدن. چرا؟ یعلمون الناس السحر. مردم به چی درس میدادن؟ پس هر چیزی که سحر است و هر چیزی که راهی به طرف سحر است یا یکی از ابواب سحر و جادو هست، این کلش صاحب این انسان کافر میشه. محبت دادن یک تعویض میتوند که مادر اولادا کتت خوب محبت کنه. اینمی خود تعویض محبت یکی از شاخه های سحر و جادو هست. گمشده تا پیدا میکنم کت تعویض. این حال چون ساحر علم غیب ادعا میکنه و کسایی که پیش از اینا میرن او رو تایید میکنن، از این خاطر خود جادوگری و فالبینی و سحر و یعنی متاسفانه بسیاری از تعویذگرا که در تعویذهای خود نامهای غیر الله را نوشته میکنن، یا بدوخ و یا هامان و یا شداد و یا نمرود و یا شرطتوس و یا مرتتوس. یک روز یک تعویذ آورده استاد توی بخور حال که واز میکنیم در تعویذ نوشته است یا شرطتوس یا مرتتوس یا مقلوتوس. میگه نامهای شیطان است. پس این حال اکثرا یا چی میشن؟ از دایره ایمان خارج میشن. چرا؟ سحر انسان از دایره ایمان میکشه و تصدیق ساحر که او غیب ادعا میکنه او رو تو عالم غیب میدنه. از این خاطر نبی اکرم صلی الله علیه و گفته که کس پیش یک فالبین جادوگر ساحر میره میشینه، به مجرد شیشتن پیش از این میگه 40 روز عبادت ازی از بین میره. همین که رفتی که کاکا جان یک فال ما بیبی 40 روز عبادت شف دلیت و میگه اگر باز به گپایش تصدیق کرد که خوب گپا زد والا راز گفت به خدا، این چی شد؟ این میگه کافر شده با آنچه که بالای رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، به قرآن نازل شده.